برادر محیدین کبیری من میدونم که یکم گناه ندارم انسان و دخالت در زندگی چیکار نمیکنه. عقلی میفهمیش که مردکه بسای، اما کار باری سیاسی شخصیت با من در کار نیست. همون انسان خیلی چی میگه که همی اگر تو کمک میکردی چیکار میکردی مرا دکنی تو هم میدان ای فرانسه نگریخته رفته انگلیا خیلی و خیلی انسان این خودش رنگ همه آتیه بیچاره گریزای اومده اینجا ده پارلمانت یک شاخه دولتداری چیکار کنه امروز که خود هم با دلی تازه قطعی مردم نتونست یک روحانی یک ملا زبان بیاوی جنگ نه صلح دعوت کنه. هر خطایی رو تو ببینید برو گپ زنید پس پرده روی پرده اما دلیل داشته باشید. در حق ما و جاویدون گپای نمون نگوی این قدر مثلا سخانه افراز یک دلیل از دپس یک چرا دکازات که مردک باشی چیزی داری برو در دست نوار داری سگا داری که من نمیدونم پیشکات برو در اینترنت نترس اگه جای من نوار دارم چیز اکسم همه در اجازت چیز داریم آشکارشون در اینترنت این مردک خوب اگر که تو مبارزه بودی قدیمه بله ها با شخصیتم با زندگیم اومدم مبارزه بودم همون با زندگی اگر مخالف با زندگی اگر برادر تهدید نکردم اگر هم که زبان نیفتم قطعی اگر برادر مخالف سیاست های با شخصیتش نرسیدم خب با داخل تلفن این چقدر نشدم اشاره همین را بدون محمد اقبال با خدا قسم من اخیر میترسم نه من اخیر نمیدونم قرضدارم متهمم کسی هست که این از دربار دست بیاگم تعریف بیاگم شیطانی نفرت کینه متهم کردن بورتون تهمت مینت چیزیش که میدادی من مینت الحمدلله من بیشتر قبول ندارم نیست تماشا بین دربارت چی در کار بود همین کارهایی که پسی پرده کردی روی پرده کردی ای مردم پول زیدی و که انسان یگان گپ من نبرم من ترا نگفتم من در بود نه پسی پرده گفتم خیلی خدا هدایت شناخی این ویدیو من رو میبینی مرده گوری میبورم عقلی در بین مردم هر دونگاه میزنی ملکه بفورد میگه دعوتت میکنم بفورد زنده بفورد منبر تا میومدرون ساعت پیروش میمونی اعلان میکنی خب با این سایت جویدون غیر زوده ما در برد میوم مثل کن چی دلیل حجت در مقابل ما داری قدرت ما را پس گفتی سیا گفتی نامردی کردی لیکن تو آخیر هم هستی سوال جواب میکنی داد نمیزنی خود شما تا طرف ما الان نمیکنی آرام میدونم که اگر دلیل نداری چخیلی که جویدون غیر زوده گفته سایتا که بیا اگر ما آدم نامرد افلاس باشم در استریم در افیر قطعت گرد میزنم در شخصیتت گرد میزنم پسی پرده لو چه خیلی کتا معقول های تو میگوی که نیه اما زنگش میزنی بعدی که فهمیدی بگیم کارا بزر کدگی به اساس به دلیل دیزینفرماسی همون اسماعیل دلیبای شگاری هر چی را گرفتی لقمه حلال بود حرام بود حسابش نکردی تو گریه میکردی یک وقتا کو آنان کودکان رو باید جمع کنیم و کودکان رو تقسیم کنیم کو داد میزدی کو خیلی امروز زندگی تو چی اگه نه همسانگرت فرق میکنه تو روحانی هزار میلیون را جمع کردی برای منفعت شخصی خودت چی وقت کودک همسانگرت اگه نگاه نکردی که اون روزا گفتم دیگه باید این کارا بکنیم اگه پدگشتی که کسی نکردیسی برای منفعت شخصی خودت پول جمع کردی مردم میدونه تمام مخالف میدونه چیزا اما نمیخواهن که برویان گپ زن به خاطری که میدونن که فایده نداره من میدونم که فایده نداره لیکن یه اشاره من با مردم میکنم که مردم من بنگیم نه مینوشم من نمیدونم من ندزدم من محمد اقبال کسرت کسافت نامرد شیطان کسی که خیانت کردی استفاده کردی برادره این رفتم که من کسی هستم که مبارزم الحمدلله تازه من تمام نمیشم در ایران من راهی پیدا میکنم بیدارم و همین چهره سیاه کسیفی نامرد را آشکار میکنم ای میدان سیاست هیچ وقت مرا سرکرده برآورده که مرا سیاه کرده نمیتونی به خاطر چی که همون سیاست ترا میدان ترا ما گرم میکنم نمیخوام میشتم ما گرمش میکنم وقتی که من بیاد رفتم به یگان تعریف مردم چه جمع شد گفتم ها
حالا شما را آمدی باید میکنی نامرد شیطان جمشید دول بیسا میکنیم کسایی که خیانت کردیم پولی بود مولی بود خطر داشتیم حساب نکردیم قدیمه که هر چیزی که ما کردیم بو مردم الله شایده و شو میبینیم اینتا اما تمام کسایی که امروز در سیاست تا جای را شناختم دانستم ای نزدیک معامله کردم پسی پرده میدونستم دور میدونستم او وقتی نگذشته در اروپا در 1 سال 5-6 ماه شناختم کسایی را که این هم آمده بالا منظورم این نمیدونه خودش چی گفته سعی کن